مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 ژانویه سال 2023 از آشکار شدن باز یک حالت دزدی از جانب یک دختر جوان با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانزن 19 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 اکتبر سال 2022 هنگام در داخل مغازه بلال واقع در کوچه عینی قرار داشتنش با راه پنهانی به همیان الکترونی دوشنبه سیتی مرد 55 ساله ساکن پایتخت وارد گردیده از صورت حساب نامبرده 3268 سامانی را به صورت حساب امیال الکترونی خودش انتقال داده است. گفته می شود در خبر نسبت به این دختر جوان پرونده جنایتی بر اساس قسم دوم ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند. هفته گذشته روز 20 ژانویه مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه بار اول از آشکار شدن شکل نوی دزدی و بازداشت یک دختر جوان 18 ساله برای تصرف مبلغ‌ها از امیال الکترونی شهروندان خبر داده بود.